پروردگار ما را قدردان نعم مادی و معنوی خود قرار داد. پروردگار برکات خود رو بر ملت ما، در جمع حاضر، در همه مؤمنین و مؤمنات افزایش کن. پروردگار برکت حسین بن علی علیه السلام دلهای ما را نورانی بکن، نور معرفت و ذکر و توجه رو به ما ارزانی بکن. پروردگارا روح مطهر امام حسین را از ما راضی کن. ما را از این جلسات، از این یادهای ارجمند، از این توسلات و تضرعها بهره مند پروردگارا زحمات کسانی که در این را زحمت کشیدند، تلاش کردند، در این مجلس، در همه مجالسی که در سراسر کشور هست، پروردگارا زحمات همه اینها رو مقبول درگاه خود قرار بده. پروردگارا گویندگان، خوانندگان، کسانی که دستگیری کردند از دلهای مردم در این ایام، در اونها توجه و ذکر و خشوع رو افزایش دادن، پروردگارا همه اونها رو مشمول رحمت و لطف خود قرار بده. پروردگارا دست ما رو از دامن حسین بن علی و ائمه علیهم السلام کوتاه مکن. ما رو شیعیان اونها و همراهان اونها در دنیا و آخرت قرار بده. پروردگارا عافیت دین و دنیا را به همه ملت ما ارزانی بده. پروردگارا ملت ما، زن و مرد ما رو روز به روز با اسلام و قرآن نزدیکتر بکن. پروردگارا قلب مقدس ربیعت ارواحنا فداه را از ما راضی بکنید. دعای اون بزرگوار رو شامل حال ما بگردید. پروردگارا ارواح طیبه شهدا از صدر اسلام تا امروز و ارواح طیبه شهدای جنگ دهمینی، شهدای انقلاب در همه ادوار و روح مطهر امام بزرگوارمون رو از ما راضی و خوشنود بکن. پروردگارا مرگ ما را جز به شهادت در راه خودت قرار نده. پروردگارا محمد آل محمد ما را به برکت این شبها مغفور و مرحوم. رحم الله من قرأ الفاتحة.